یواش چطورین بچه ها؟ رادامیس هستم. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. بچه ها من مثلا یه تصویر زمینه گذاشته بودم برای ویدیوم که گفتم ببینید دستم و شستم گذاشته بودم پشت صحنه، گفتم ببینید چطور این کارو کرده بودم. اومدم آموزششو بدم. ببخشید که انقدرم سریع میکنن چون ساعت 3 و سریع باید بخوابم که فردا صبح باید بیدار شم برای شما ویدیو 24 ساعته بگیرم. اول میریم داخل برنامه اینشات، بعد سر عکس میزنیم جدید. حالا من اونور قبلش درست کرده بودم، سر این میزنیم. من اینو درست کردم دیگه. اینا رو باید بلد باشین دیگه چطور. اون عکس معمولی، خب اونجا هم باید همین کارو بکنین. سر گزینه برچسب، سر این گزینه اینی که علامت چیز گالری داره و سر این میزنیم. سر عکسی که میخوایم مثلا اینو میزنم که شستم پشته، خود به خود پاک میکنه پشت صحنه رو. اگه اینو بزنیم بفرما. حالا ما میتونیم اینجا افکت بزنیم، مثلا این دورمون اینجوری باشه. خب اینو من قبلا درست کرده بودم که مثلا بگم چطوری اینو اینطوری کردم. بعد سر گزینه متن میزنیم چطوری، بعد اینو میذارم اینجا. بعد دوباره سر متن اگر برای آموزشی باشه آموزش، این هم میذاریم اینور و همین سادگی و صادرات رو میزنین. همین. مرسی که این ویدیو رو دیدین. ممنون میشم زنگوله رو بزنین که فردا میخوایم ویدیو 24 ساعته بذارم. خیلی خفنه. چالش هایی داریم که هیچ کدوم از ایرانی نذاشته. ایرانی هیچ وقت کم نمیاره. پس لایک کن، سابسکرایب کن، هیچ ضرری نمیزنی. خب فقط ویدیوهای قشنگ منو میبینی، نه اینکه ضرر نمیزنی به خودت، بلکه به منم ضرر نمیزنی و منو خوشحال میکنی. ممنون میشم منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارین، لایک کنید. هیچ، فقط چند تا دکمه است. خب که 1 2 3 همین. آسونه. زنگوله رو سر آل بذارین و اگه یوتیوبتون فارسیه سر همه بذارین. سر زنگوله کلیک کنین، سر اولی و همین. زنگوله فعال میشه. هر موقع من ویدیو بذارم یوتیوب بهت خبر میده یا برات پیام میفرسته. مرسی که این ویدیو رو دیدی. حتما با این ترفندایی که بهت یاد میدم و داخل پیجمون جدیدن میخوام این همه ترفندای قشنگ یاد بدیم. مرسی که این ویدیو رو دیدین. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا.